намоз хондесиян ина мулло имом салом метия мардум мулло имом салом метия ҳар тараф ана и одаме ки муътадилаку ай пишти мулло имомай ҳами дер салом медод. بله یعنی که اصلا وقتی که امام السلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله گفته هی و تلفظ کرده شد حرف هی دویم را و رحمت الله بعد مقتدی ا را تلفظ میکنه السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله. مردم ما برابر امام میخونن. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کردگی هستن آن آدمی که امام پیش میگذاره. الذي رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او یجعل الله صورته صورت کلب. آیا آن آدمی که از امام پیش میگذرد نمیترسد که الله تعالی سرش را به سر خر یا صورتش را به صورت سگ مبدل نکند؟ یعنی این وعید است. این دلالت به گناه کبیره بودن پیش گذشتن امام میکند. این چنین برابر امام عمل کردن هم مکروه است. برابر امام کار کردن نادرست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است گفتن که انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا و اذا رفع فرفعوا. امام گردانیده شد تا اینکه به او اقتدا کرده شود. یعنی اول امام اجرا میکند سپس شما. فاذا کبر وقتی که الله اکبر گفت فکبروا پس شما الله اکبر گویید. امام الله اکبر گفته ری را تلفظ کرد بعد شما ای الله اکبر را تلفظ میکنید. انا این نامش مقتدی است. اما اونی که برابر امام میکنه وی مقتدی نیست. برای امام چی لازم است؟ اگر برابر امام پیشوا ترجمه میشه او اول پیش اجرا میکند شما پس شما اقتدا کردید به وی شما از قفا اجرا میکنید. بنابراین هر یک عمل را امام که اجرا کرده شد پس از آن شما اجرا میکنید. سمع الله لمن حمیده که گفت بعد شما ربنا لك الحمد گویان از جاتون میخیزید. الله اکبر گفته ری را تلفظ کرده به سجده رفت بعد از آن شما الله اکبر گفته میرید. خیلی که این انشاءالله در شرح عمدة الاحکام می آید در کتاب نماز انشاءالله این حدیث را با تفصیل بیان میکنیم.